با سلام به همه دوستان به کانال یوتیوب تراموی من خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید دیگه. امروز اومدیم به جدیدترین و خنده‌دارترین ویدیوهایی که تو اکسپلور اینستاگرام هستش پارت پنجم یه ریاکشن خیلی بارشون بدیم. قبل تماشای ویدیو لایک کن، نظرات تو بخش کامنت بنویس و حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید تا برسیم به 1000 نفر سابسکرایبر. نیاز به حمایت داریم. پس بریم این ویدیوهای سمی و خنده‌دار اکسپلور اینستاگرام رو نگاه کنیم. بریم. خب خودتون هم دیدین دیگه آقا، استاد تصویره بود به تینا، یعنی خیلی اونو دوست داره. من دیگه نورو خبر دختره چی میگفت؟ دختره میگه یه بوست میکنم یه جفت کفش بهم بده. فکر کرده ماسکولی. عزیزم مرسی همچنین. باشه خداحافظ. چی گوی خواستم نبود. الو سلام عزیزم، دنبال شوهرت میگشتی؟ تو کافه لوقف با یه دختره نشسته. حول نباشین. ولی دوستش انصافا خیلی سریع پسر لو داد. جایی که شوهرم ما رو میبره واسه 13 وضعیت ایرانی ها در 13 به در. ندارم دست از سر ما بردارم، چجور بهت بگم که برو خدا نگهدار، برو خدا نگهدار. سوزوندی نامه هامو شکستی هر بار، میخوام گوشه گریه کنم به حالم. بابا بلم کن، من بدون اون نمیرم، من اونو همون میخوام. بابا بیا یک تا دوستان برای دکتری میکنم. کار خوشگله بیا پایین. عکسشون میدم برای بیا. ببینم عکسشو. بیا پایینش. نه ببینم. بابا بیا پایینشونت بابا میدم. سلام میام. دروغ نگیا. نه. آره میای تولد؟ خوب زحمش کرد. حتما میام. یه لحظه، مگه من با شما بودم؟ آره حتما میام. آره اوکی کن. خودتون هم دیدین دیگه، خود پسر دنبال مهمونی بود. پسرم دیگه دارم وقتش میگذره. بابا تو نمیخوای سر سامون بگیری؟ این همه مورد من برات پیدا کردم بهت نشون دادم. یعنی چی؟ خوب به خودت بیا دیگه. مادر من خودم جوونم، سلیقه دارم، دوست دارم خودم انتخاب بکنم. یعنی چی خودم انتخاب کنم؟ بابا بی خیال من، شما خودم انتخاب میکنم دیگه. ول کنی چی صحبتو. خودت انتخاب میکنی؟ خب الان تو مثلا این همه من گیر میدی، کیو انتخاب کردی واسه یه من؟ دختر بتول خانومو ببین. در میزنن صدا بنازم. همسایه زنگ زده صد اوکی کارو در میاره. میگه بوده صدا ضبطم زیاده. بابا مثلا کی واسه میخوام رو حرف بزنم؟ همین اوکی کن بریم بگیم. تو رو خدا همین اوکی کن بریم بگیم. مامان واقعا میگی؟ من اصلا عقل دارم، من شعور دارم، من تجربه دارم. همینو میخوام. تو رو خدا من همینو میخوام. بگیر بریم بگیم دیگه. تو رو خدا نکردش بزن. قربونت بشم. همین اوکی کن دیگه. ولی انصافا خیلی مامان پایی داشت، میدونست علاقه پسر چیه دقیقا. منی که نگرات و دوست پسرم، منی که دوست پسرش. خودتون دیدین دیگه، فکر نکنین دیگه پسر وقت نداره بعد بخوابه دیگه، حسین نیست. من دختره بود که قلب پسرا. خب دیشب اومدم استوریشو ریپلای کنم، با دوستش استوری گذاشته بود، از دوستش خوشم اومد. دوستشم پیام دادی؟ نه پیجشو چک کردم، عکس دست جمعی گذاشته بود با دوستاش، همشون هم خوشگل بودن. الان همشونو میخوام. حول نباشین. داداشمون خیلی تنوع پرسته. بنازم. خوشحالم که اومدی. وقتی بالای 30 سالشه. مرسی که تو همه شرایط پیش منی. عاشقتم. اوکی. اوکی.
این هم من ابراز علاقه کردم، عاشقتم، دوست دارم، بعد اوکی همین. منم اوکی. یعنی چی منم اوکی؟ اینو بگی اصلا به درد نمیخوره این رابطه، من میرم. فقط یه چیزی، در آروم بدم. خیلی بیشون. بالاخره به قولم عمل کردم، واسه رفیقم جوجه کشیدم. اون که گفت نه. فرضاً ببینید پسرا وقتی یه دختر لایکشون میکنه هی بابا عجب گرفتاری شدی. خیلی اسیر منه، خیلی دوستم داره، میدونم. نه اینطورا نیست. چرا اینجوری هست بابا؟ خیلی دوستم داره. لایکش که میکنه یعنی یه چیزی هستش. حالا دوستا وقتی رستوران خیلی با کلاس میری دختران شما خیال پسرا رو یکی بگید. زخم جدید پسرا. واسه خانم خوشگل گل نمیخری؟ نه دست در نکنه. بس خانومت خوشگل نیست. واقعا چه رابطه‌ای داره میگم بودم برو بیخیال. من ارزش یه گل ندارم برای تو. نه اوکیه. نه فهمیدم ارزشم چیه. بیا عزیزم ببینم گفت. آره نیازم نبوده. وقتی میای سالن میبینی مربی میخواد تمرین بده ران. قسم میخورم الان 13 بدر یه نفر قهر کرده میگه شما برید، من نمیام 13 بدر. سلام. وقتی دیت اول میبینیش با عکس فرق داره. شما دوست آیتا خانم هستی؟ نه من خودشم دیگه. خودشی؟ بله. میشه یه چرخ بزنیم؟ بله. تعداد بالای کاهو فروشان در یزد. وقتی یکی تو خیابون بهت ظلم میزنه. پسری که توقع داره به این پیشنهاد بده. پسری که به پیشنهاد میده. خب دختر خودتون میبینین دیگه، همیشه باید سطح توقعتون رو یکم پایین بگیرین دیگه. دخترم آفکورس که میام تو پسر رو باید پولمو هم کنم. چشم. آفکورس که بعد منو رایگان میارن تو طبیعت گردی. چشم. نه دخترم آفکورس که باید هر ثانیه ازم عکس و فیلم بگیرن. چشم عزیزم. دخترم آفکورس وقتی میام طبیعت باید برام آشپزی کنم. من یه پسرم. چرا همیشه باید پسرها مظلوم باشه؟ امیر این انجایدر شنیدی؟ نه آجی خیلی قفیه. ببینیم. چطور در 10 ثانیه یه پسر رو فراری بدی؟ آقا من دوست پسر دارم، راستم مزنی. خب حالا دو داشته باش. آقای محترم من نمیخوام با شما رابطه داشته باشم. ببین یا مال من یا مال خاکی، فهمیدی؟ خب باشه قبول میکنم. یعنی الان دوست پسرمی؟ خب معلومه که. خب عشقم میشه 10 میلیون بزنید تو کار. چش. چی؟ ولم کن بابا. خب خودتون میدونین دیگه دوست پسر بودن یکم هزینه‌اش بالاست. ببخشید اینجا جای من رزرو کردم، انگار اشتباه نشستی. نه آقا من جای خودم نشستم. نه من رزرو کردم. آقا جای خودم نشستم. آها شاید شما مامان همون دختر خانمی هستی که من باشی قرار دادم. درسته؟ نه عزیزم من خودشم. فیلتر خانما تو نیستا. یعنی چی؟ خودشم دیگه عشقم خودشم. عشقم نگو به من ناموسم خودتی. خودم هم عزیزم. من 5 میلیون پول دادم از کیش بلیط هواپیما گرفتم تا اینجا اومدم. بابا تو 50 سالته.
باشه عزیزم مگه سن مهمه آخه همش فیلتر بود. تو من باش من تأمینت میکنم. تأمین بود تو سرم، چرا صورتت اینجوریه؟ همه چی برات خونه ماشین آیفون 15 بخرم. بعد وقتی این پسره شوگر مامه براش افتاده بود اونقدر فیلتر میذارن تو اینستا دخترها که فیسشون میشه فیس دختر 20 ساله. وقتی یه رفیق خنگ داره که همیشه سوتی میده. چرا به من SMS میدی؟ پیشتم که من نینا رو بگو چون بریم غذا بخوریم. سلام. اون دوستت تا پسر نباشه تایی نمیاد. محمد نتونست بیاد. وا چرا صدا عوض شد؟ چرا مگه میگم داداش تو برمی داشتی میآوردی ازم. داداش ندارم. صدا چرا اینجوری شد؟ برای چی من برای چی با تو دوست شدم پس؟ یه نری دوست پسری چی یه چیزی میآوردی؟ ندارم فقط محمد نتونستم بیاد امروز. میریم حالا یه گوشه موشه واسه پسر سوار کن. فکر تو کافی هستی؟ سلام بفرمایید. ذات منشیا عزیزم دست من که نیست، درسته من همه کاری همه چیزم، ولی خب نمیدونم عزیزم بین 2 ماه تا 8 سال دیگه میتونم بهت نوبت بدم. دکتر تا آخر عمرش دیگه اصلا تایم خالی نداره. من تایم خالی دارم به خدا. تو چه کار میکنی اینجا؟ برو تو اتاق. چی داره زنگ میخوره؟ چرا جوابشو نمیدین؟ تو کار نداشته باش، هر چی بی‌معنی کنی بیشتر زنگ میزن. بله عزیزم بله. دکتر میتونم پرونده ها رو ببرم؟ الان وقت ندارم، داری میبینی که باش که پزشکا بیشتر نموش خودشونو میگیرن. ببین عزیزم ولی اینطوری فکر نکنم باشه اونقدر منشا خودشونو های کلاس گرفتن که دکتره ازش وقت میگیره. بنازم جذاب‌ترین عضله پسر از نظر شما؟ از نظر من سرشونه. شما چی؟ از نظر منم قطعا سرشونه. الان میرن تمرین. سرشونه بزن. ببینید هر ور رفتین قرار حتما سرشونه رو بزن برو، یعنی این کار رو در میاره. راهی که داریم میریم دورترین نقطه کره زمین برای 13 بدره. داداش اونجا رو میرن 13 بدر. وقتی لاشی پسنده پسر لاکچری خوشگل خوشیکل سیسپکدار نمیگردی؟ نه. جدی میگی؟ اتفاقا من هیچ کدوم اینا رو ندارم. خیلی هم لاشم اتفاقا. واقعا؟ آره شما رو من نیست. آره حتما. 0900 تازگی دخترها لاشی پسند شدن. ملاک دخترها برای انتخاب دوست پسر. با شخصیت پول گرفت چیزی داشتیم رستوران یه عالمه چیزی سفارش داد. یه چیزی ملاک پسرها به انتخاب دوست دختر. باورتون نمیشه دختر خب برازم برای من که خیلی چسبید آقا. به این ترتیب پارت 5 تو اکسپلور اینستاگرام چه خبر رو به پایان رسوندیم دوستان. براتون قبلا هم توضیح دادم. حتما ویدیو رو لایک کن، نظرات تو بخش کامنت بنویس. حتما کانال یوتیوب ترند مووی من رو سابسکرایب کنی که برسیم به 1000 نفر سابسکرایبر. نیاز به حمایت داریم. فداتون بشم. فعلا بدرود. You already know. Turn that to gains, let my money show.